چشم زخم اون رو کم میکنه. این چون احتمالاً داستان پیش بیاره مجبورم توضیح بیشتر بدم. آقا این چشم زخم چیه؟ در مورد ماهیت این حالا بحثایی شده، من تو افسر نمونه‌ام برید بخونید هست. خب بحث علمی هم حتی کردن یه جایی. نکته که وجود داره، حالا اشعه‌ای است از چشم ساطع میشه، چیکار میکنه؟ کله پا میکنه عزیز. روایت‌های متعدد داریم، صحت هم داره. منتها بعضی از اون بر بوم میافتن، خراب میکنن، اینا مشرک میشن دیگه. اینا یه واقعا خدا رو میزنه کنار، برای اون خیلی قدرت بیش از حد قائل. اینا درست است. پیامبر فرمود ان العین، به راستی چشم زخم، چشم، لا تدخل الرجل القبر، مرد میفرسته توی قبر، والجمل القدر، شتر هم میفرسته تو دیگ. حالا دیگه بود در زمان پیامبر اصلا بنیاکات برچی نازل شد. طرف آقا رسول اشتباه نکنه گفت چه چشمای زیبایی داری. حضرت رسول دردم سردرد گرفت. بعد آیه نازل شد و یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. بعد گفتن اینو بخون. نه برخی میگن آیه اینجا نازل نشد، اما پیامبر هشدار داده شد که صحت داره. بله صحت داره. باز در جای دیگه داریم العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقة العین. چشم بد حق است، اگر چیزی از تقدیر پیشی میگرفت حتما آن چشم بد می بود. امام صادق علیه السلام لو نبشه، یعنی اگر نبش بشه، خب لو نبش لكم عن القبور، اگر قبرها برای شما نبش بشه، لرأیتم ان اکثر موتاهم بالعین. میگه میبینی اکثریت این مرگ ها به خاطر چی بوده؟ چشم زخم بوده، یعنی اون اجل معلقش رو فرا رسونده. لأن العین الحق، به خاطر که چیه؟ العین حقه. الا آگاه باشید ان رسول الله قال العین حق فمن اعجبه من اخیه شیئا فلیذکر الله فی ذلك فانه اذا ذکر الله لم یضره. خب اگر یک کسی در مورد برادرش اگه چیز خوشش اومد، خوشتیپ شدی، تو ماشین قشنگی، تو گوشه قشنگی، میگه سریع ذکر الله، نام الله بیار وسط، اینجا خیالش دیگه راحت بشه، لم یضره، دیگه ضرر نمیرسه بهش. اما اگه نگه ممکنه که بهش ضرر برسه. یا این کسی که میگه، اون کسی که هم که چی احساس میکنی، الله اکبر بگو، ماشاءالله بگو. الان اینا رو میگم چیار باید چیکار کنی. پیامبر فرمود استعیذوا بالله من العین فان العین حق. به خدا پناه ببرید از چشم، که چشم چیه؟ حق. امیرالمومنین فرمود العین حق و الرقیه حق. حضرت فرمود چشم زخمم حقه، دعاهایی هم که برای چشم زخم هست چیه؟ حقه. پس همین این یکاد خودمون. همراه داشتن سوره های حمد، ناس، فلق. ناس و فلق رو میگن معوذتین. ناس و فلق، آیت الکرسی و یکاد. تو ماشینش آویزون میکنه، تو خونه میزنه، خیلی خوبه. اینا اثر داره. روی عن ابا عبدالله، از ابا عبدالله از امام صادق نقل شد انه قال العین حق و لیس تأمنها منک علی نفسک فلا منک علی غیرک. چشم بر حقه، یه جاهایی از خودت هم در امان نیستی. جلو آینه وای میسی میگم چه خوش تیپ شدم کله پا میکنه خودتو میره. آره بقیه هم میزنیم چه کله پا میکنی. فاذا خفت شیئا، اگه موقعی ترسیدی از این مسئله ای، من ذالک، از اون نکته، فقل ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ثلاثا، سه مرتبه بگو ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اگه شما چش نزنم. از معمر ابن خلاد میگه نقل شده، میگه کنت مع رضا علیه السلام به خراسان، با امام رضا در خراسان بودم. میگه که برای حضرت، الان دیگه فارسیشو براتون میخونم، یه فرصت نداریم. یه داشتم دستور حضرات رو، یه سوالی از حضرت پرسیدم. حضرت دستور داد براش برم یه عطری تهیه کنم. یه وقتی تهیه کردم، حضرت عطر رو نگاه کرد، شگفتی نمود، یعنی به حالت تعجبش نگاه کرد و به آن نظر کرد. نگاه کرد به عطر رو، فرمود ای محمد، چشم زخم واقعیت دارد. در پارچه‌ای حمد و توحید و معوذتین و آیت الکرسی را بنویس و آن را در جلد قاروره و شیشه عطر قرار بده. گفت تو شیشه عطر. معلومه کی داشتیم این عطر واسه کی میخوان. یعنی از راه دورم میشه زد، نمیدونم. یا خود شیشه مثلا عطر خیلی مثلا عطر خاصی بوده، گرانبهایی بوده، چون میدونی اهل بیت برای عطر پول خرج میکردن. برای عطر پول خرج میکردن. وقتی می اومدن توی جایی، بوی عطرشون قبل از خودشون میپیچید.
لذت می‌بردن مردم می‌داشت. امام صادق عبای رنگین تن می‌کرد. قرار نیست مردم ببینن که حالشون به هم بخوره از آدم. خیلی جالبه نقش. حالا بریم سراغ بعدی. بازم من توبایت دارم و از آن حضرت نقل است هر کی چیزی از رفقایش او را شگفت، هر کس چیزی از رفقایش او را شگفت آورد، به شگفتی آورد، تعجب کرد، خوشش اومد، میگه به او سریعا بارک الله بگوید. نامردی نکنید، بگید. اولا خودتون حفظ کنید. صبح که میاد بیرون 4 قل بخونید، آیت الکرسی بخونید تا شب حفظید. یه جا احساس کردید تو دلتون بلندم نگید. دیدی مثلا میری بعضیا تو خونه‌شون مثلا میگن چه بچه مثلا با مزه نازی، میگه الله اکبر الله اکبر الله. بابا یارو بر میخوره دیگه. من چه زایی است اینجوری که خدا وکیلی. آقا امام صادق فرمود تعویذ و افسون نشاید مگر برای تب و چشم زخم، که حقیقت داره. میگه دعا نویسی اینجور چیزا نرید الا برای چی؟ تب و چشم زخم. تا نه که دعا نویسی صحبت کردیم، نه اون دعا نویسی تو مفاتیح است. همین یکات آیت الکرسی گفتم، یه همین است. بیشتر از این دنبال نمیخواد بگیره. همین اثر داره.